سیاوش قدم به قدم به کوه آتش نزدیک می شد. سودابه در ایوان کاخ مشتش رو گره کرده بود و همه ایران شهر به دشت جمع شده بودند تا گذر سیاوش جوان از میون شعله‌های آتش رو ببینن. اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستامینوفن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 16 شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. اگر از شنوندگان پرپاقرص داستامینوفن هستید لطفاً حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت هم یادتون نره. امیدوارم که از شنیدن اپیزود 8 لذت ببرید. چون این گفت موبد که یک روز توس، بدانگه که برخاست بانگ خروس، خود و گیو گودرز و چندی سوار، برفتند شاد از در شهریار. به نخچیر گوران به دشت دغوی، ابا باز و یوزان نخچیر جوی. یک روز صبح توس پهلوان وقتی هنوز آفتاب نزده بود و فقط خروس‌ها نغمه سر داده بودن، بلند شد، گیو و گودرز و چند سوار دیگر رو برداشت و برای شکار روونه دشت شد. پهلوانا ساعتها کنار رودخونه مشغول شکار و بزم بودن. توی راه برگشت همینطور که اسب میتاختن بیشه‌ای نظرشون رو جلب کرد. توس و گیو و چند سوار به سمت بیشه رفتن. توس و گیو مشغول گشتن توی بیشه شدن، اما به جای شکار به دختر زیبایی برخوردن که میون درخت‌ها پنهان شده بود. به بیشه یکی خوب رخ یافتند، پر از خنده لب هر دو بشتافتند. به دیدار او در زمانه نبود، بر او برز خوبی بهانه نبود. بدو گفت گیو ای فریبند ما، تو را سوی این بیشه چون بود راه؟ چون این داد پاسخ که ما را پدر بزد دوش، بگذاشتم بوم و بر. دختری مثل تو اینجا چی کار میکنه؟ نیمه شب دیشب پدرم مست به خونه اومد. تا منو دید تیغ کشید و به سمتم دوید. منم از خونه فرار کردم و به این بیشه اومدم. اون وقت پدرت کیه؟ من فرزندزاده گرسیوزم و نژادم به فریدون میرسه. این همه راهو چطور پیاده به این بیشه اومدی؟ اسبم توی راه موند و دزدا هرچی از زر و گوهر داشتم ازم گرفتن. من از ترسم به این بیشه اومدم که وقتی مستی از سر پدرم بره به دنبالم بیاد. اما مادرم وقتی بفهمه همه رو برای پیدا کردن من روونه راه میکنه. پهلوانای ایرانی گلوشون پیش دختر گیر کرد. پس به این فکر بودن کدومشون پیشنهاد همسری به دختر بدن. توس گفت خب من اول اونو پیدا کردم. گیو گفت هی سپهدار، این چه حرفیه میزنی؟ من اول اون دختر رو دیدم. صحبت بینشون بالا گرفت و در آخر به این نتیجه رسیدن چون نمیتونن به توافقی برسن، دختر رو بکشن تا هر دو از این تصمیم راحت بشن. وقتی کار به اینجا کشید یکی از سردارا جلو اومد و گفت بهتره که دختر رو پیش شاه ببرید، هر چی رو که اون گفت قبول کنید. توس و گیو با دختر به دربار کیکاووس رفتن و تمام قصه رو برای شاه تعریف کردن. کاووس وقتی دختر رو دید گفت ای سرداران، رنج شما رو کوتاه کردم. این دختر هر که هست در خور حرم سرای منه، پس دیگه این قائله رو ختم کنید و برید. ای دختر، تو از کدوم نژادی؟ دختر گفت که از نژاد فریدونه. راضی هستی که به حرم سرای من بیای؟ وقتی تو رو دیدم از میون تمام پهلوانای ایرانی تو رو انتخاب کردم.
کاووس دختر رو به حرمسرا فرستاد و دستور داد تختی از عاج و تاجی از گوهر براش بسازن. هنوز 1 سال نگذشته بود که به کاووس خبر دادن دختر باردار و ثمره این ازدواج پسری بود که کاووس نام اون رو سیاوش گذاشت. اما کاووس وقتی از ستاره شناسان دربار خواست تا نیک و بد زندگی سیاوش رو توی آسمون ببینن، اونا گفتن که بخت سیاوش سخت آشفته است. مدتها گذشت و رستم به کاخ کاووس اومد. وقتی سیاوش رو دید به کاووس گفت: این پسر رو به من بسپار که هرگز دایه‌ای بهتر از من براش پیدا نمی‌کنی. رستم سیاوش رو همراه خودش به زابلستان برد و طی چند سال هر اونچه رو که میدونست و بلد بود از رزم و جنگاوری به سیاوش یاد داد. سیاوش چنان شد که اندر جهان به مانند او کس نبود از مهان. اما روزی رسید که سیاوش پیش رستم اومد و گفت: ای پهلوان، این همه رنج بردی و به من رزم و هنر فراوون یاد دادی. حالا دیگه وقت اون رسیده که کاووس نتیجه آموزشای تو رو ببینه. رستم پذیرفت و دستور داد در خزانه رو باز کنن و هرچه که نیاز بود برای سیاوش فراهم کردن و با هم روانه درگاه کاووس شدن. همه بزرگان ردیف در ایوان کاووس ایستادن و سیاوش جوان از میون اونها به سمت تخت پدر می رفت. جوانی رعنا و خوش سیما، دست پروردگی رستم تهمتن، رستمی که داغ پسرش سهراب به دلش مونده بود، هر اون چه برای سهراب نکرده بود رو برای سیاوش به نهایت رسونده بود. کنیزان از دیدن سیاوش لب به دندان می‌گزیدن و بزرگان زیر لب ستایشش می‌کردن. وقتی به تخت شاه رسید تعظیم کرد و کیکاووس سیاوش جوان رو پیش خودش نشوند. سیاوش مدتی رو در کاخ موند، اما زمان زیادی نگذشت که مادرش بیمار شد و از دنیا رفت. سیاوش از این اتفاق سخت افسرده شد و تا مدتها نه چیزی میخورد نه حرفی میزد. هر آن کس که زادو ز مادر بمرد، ز دست اجل هیچ کس جان نبرد. کاووس زمان بیشتری رو با پسرش سیاوش میگذروند و سعی میکرد دل پسر جوان رو بیشتر به دست بیاره، تا اینکه یه روز وقتی در باغ مشغول گپ زدن و می زدن بودن، سودابه همسر جوان کیکاووس به باغ اومد و کاملا اتفاقی چشمش به سیاوش جوان افتاد. زناگاه روی سیاوش بدید، پراندیشه گشت و دلش بردمید. چنان شد که گفتی تراز نخ است، وگر پیش آتش نهاده یخ است. خون در رگهای سودابه به جوشش اومد و دل به سیاوش جوان سپرد. همین هم شد که روز بعد فرستاده‌ای پیش سیاوش فرستاد و گفت که اگر شبی به شبستان شاه اومدی، هیچ مانعی سر راه تو نخواهد بود و کسی خبر از درون شبستان بیرون نخواهد برد. که اندر شبستان شاه جهان، نباشد شگفت ار شبی ناگهان. سیاوش وقتی پیغام سودابه رو گرفت آشفته شد و گفت: برو به سودابه بگو من آدم این حرفا نیستم، علاقه‌ای هم ندارم پامو به شبستان کاخ بذارم. اما سودابه اونقدر دل و دینش رو باخته بود که به هر حیله‌ای چنگ زد و فردای اون روز پیش کاووس رفت. ای شاه، چرا سیاوش رو به شبستان نمیفرستی تا با خواهران و خیشانش آشنا بشه؟ اونقدر پیش ما عزیزه که اگه به شبستان بیاد شاید زمانی از غم از دست دادن مادر فاصله بگیره. سودابه عزیزم، حرفت کاملا درسته و من مطمئنم که تو بیش از 100 مادر به سیاوش مهر و محبت داری. یزدان اونقدر تو رو پاک آفریده که دلت جز به پاکی و محبت رغبت نداره. و این شد که کاووس سیاوش رو فرا خوند و گفت: پسرم، سودابه برای تو نه خواهر بلکه مثل مادری مهربان و دلسوزه. به شبستان من برو، پرده نشینان و پوشیدگان رو ببین.
زمانی رو با اونها بگذرون. تو مدت هاست که تنهایی و غم و افسردگی مهمون دلته. سیاوش وقتی پیشنهاد پدر رو شنید مدتی به پدر خیره نگاه کرد و با خودش فکر کرد شاید کاووس قصد داره اون رو آزمایش کنه. پیش خودش گفت اگر من به شبستان برم سودابه ولم نمیکنه. پس رو به کاووس کرد و گفت پدر، بهتر نیست که منو پیش دانشمندان و بزرگان ایران بفرستی یا بذاری لااقل جنگاوری و نبرد رو بهتر یاد بگیرم؟ من داخل کاخ بهتر میتونم از بزرگان جنگاوری یاد بگیرم تا توی شبستان. کدوم یک از اون دخترها میخوان راهنمای من باشن؟ البته اگر دستور پدر هر چی که باشه من سرپیچی نمی کنم. سیاوش پسرم، تو هم احتیاج به تفریح و استراحت داری. بد نیست که سری به شبستان بزنی. یکی مرد بود نام او هیربد، زدود دل و مغز و رایش زبد، که بتخانه را هیچ نگذاشتی، کلید در پرده او داشتی. کاووس به پردهدار شبستان که مردی پاک دل به نام هیربد بود گفت پیش سیاوش برو و هرچی که میخواد رو فراهم کن. به سودابه هم بگو همراه با خواهرانش و دیگران سیاوش رو دلخوش و شاد نگه دارن. صبح که سر زد سیاوش پیش کاووس رفت. کاووس هیربد رو فرا خوند و به سیاوش گفت همراه هیربد به شبستان کاخ برو. هیربد در طلایی شبستان کیکاووس رو باز کرد و پرده ها پایین اومد. چو برداشت پرده ز در هیربد، سیاوش همی بود ترسان ز بد. شبستانی زرنگار با سقفی بلند، زمین و سقف پر بود از گلای تازه و زعفران و گلاب. زیبارویان شبستان با دیبای رومی و به نرمی پیش سیاوش اومدن. همه جام بود از کران تا کران، پر از مشک و دینار و پر زعفران. درم زیر پایش همی ریختند، عقیق و زبرجد برامیختند. زمین بود در زیر دیبای چین، پر از در خوشاب روی زمین. می و رود و آوای رامشگران، همه بر سران افسران گران. شبستان بهشتی شد آراسته، پر از خوب رویان و پرخواسته. یکی دیبای رومی به تن سیاوش می پوشوند و دختر دیگه‌ای تاج طلا به سرش می زاشت و پیش می رفتن. آواز خوانان می خوندن و رامشگران عود و چنگ می نواختن. اما سیاوش همینطور که پیش می رفت دخترها از سر راه کنار می رفتن و یک باره چشم سیاوش به بالای شبستان افتاد. با فرشی از دیبا تمام ایوان پوشیده شده بود و پس این راه تختی زرین که روی اون سودابه مثل ستاره‌ای تابان نشسته بود. بر آن تخت سودابه ماه روی، به سان بهشتی پر از رنگ و بوی. نشسته چو تابان سهیل یمن، سر جعد زلفش سراسر شکن. یکی تاج بر سر نهاد بلند، فرو هشته تا پای مشکین کمند. سودابه با لباسی از حریر رومی و تاجی از زر و یاقوت زبرجد رامشگرانه روی تخت نشسته بود و موی بلند مشکینش رو که تا کمر می رسید رها کرده بود و خدمتکاری صندل طلایی به دست کنارش ایستاده بود. وقتی سیاوش از پرده گذشت، سودابه از تخت پایین اومد و خرامان به سمت سیاوش رفت. با هر قدمی که سودابه برمی داشت بوی عطرش بیشتر در فضا می پیچید. به سیاوش که رسید سجده کرد و چشم و روی اون رو به آرومی بوسید. زمان درازی سیاوش رو به آغوش گرفت و بعد با نفس گرم آمیخته با شراب و زعفران به گوش سیاوش گفت
صد ره ز یزدان سپاس، نیایش کنم روز و شب بر سپاس. که کس را به سان تو فرزند نیست، همان شاه را نیز پیوند نیست. سیاوش اما فهمید که قصد سودابه چیه و با تندی خودش را از آغوشش جدا کرد و به سمت خواهرش رفت. همه شبستان چشمشون خیره به سیاوش و زیباییش بود و در پستوی شبستان دخترها از دیدن سیاوش لب به دندان می‌گزیدند. خواهرای سیاوش گردش رو گرفتن و کرسی زرین آوردن و سیاوش ساعتی با خواهرهاش مشغول صحبت شد. هنوز آفتاب پایین نیومده بود که سیاوش خواهرش رو بدرود گفت و از شبستان بیرون اومد. از اونجا یک راست پیش پدرش کاووس رفت و گفت: پدر، تمام پرده سرا و نهفته هاش رو دیدم. توی این دنیا زیباترین هر چیز رو ایزد به تو داده. شاه از گفته های سیاوش شاد شد و دستور داد تا بزم بزرگی برپا کنن و تا دیر وقت کاخ آبستن می و موسیقی و آواز بود. اما انتهای شب کاووس به شبستان رفت و یک راست به سمت سودابه رفت. سودابه، هرچی از سیاوش دیدی و شنیدی به من بگو. از صورت و سیرتش بگو. پسند تو اومد؟ اونو چطور دیدی؟ هرگز کسی رو مثل سیاوش ندیدم. مثل پسر تو توی دنیا کسی نیست. از این میترسم که وقتی بزرگتر شد از چشم بد در امان نباشه. کاووس، اگه حرف منو بپذیری از خاندان خودم دختری برای سیاوش انتخاب میکنم تا هرچه زودتر فرزندی به این دنیا بیاره. من دخترایی از نژاد و پیوند تو در شبستانم دارم. حق با توه. کاری که فکر میکنی درسته رو انجام بده. یک شب گذشت و سیاوش پیش پدر اومد. کیکاووس رو به سیاوش کرد و گفت: پسرم، هر آرزویی داری به من بگو. از من چیزی بخواه. سیاوش گفت: هرچی که پادشاه بگن. خب من آرزو دارم از تو فرزندی به این دنیا بیاد تا هم یادگاری باشه و هم نسل پادشاهی ما ادامه پیدا کنه. وقتی به دنیا اومدی ستاره شناسا گفتن فرزندی از تو به این دنیا میاد که در جهان یادگار میشه. حالا وقت اونه که از بزرگان همسری انتخاب کنی. از خاندان کیارش و کیپشین دختری رو برای تو انتخاب میکنم. پدر، تو شاهی و هر فرمانی که بدی من میپذیرم، اما ازت خواهش میکنم از این صحبت چیزی با سودابه نگو. من رو دیگه به شبستان نفرست. کاووس وقتی حرفای سیاوش رو شنید زد زیر خنده و گفت: برای انتخاب همسر مناسب باید به سودابه بگیم. اصلا فکری سودابه نباش که همه هم و غم اون خوشبختی توه. مثل جان از تو مراقبت میکنه پسرم. سیاوش در دل فقط میخواست از سودابه و شبستان فاصله داشته باشه، اما وقتی حرفای کاووس رو شنید فهمید که این حرفای سودابه است نه پدرش. از این اتفاق چند شب گذشت تا شبی سودابه آرایش کرده تاج زرین به سر گذاشت و به تخت تلاش نشست و همه دختران شبستان رو جمع کرد. بعد هم به هیربد کلیددار فرمان داد تا بره و سیاوش رو به شبستان بیاره. سیاوش وقتی پیغام رو گرفت سخت آشفته شد و به فکر چاره افتاد، اما هیچ راهی پیدا نکرد. اون هم بعد از توصیه‌های پدرش در مورد سودابه. عاقبت ترسان و لرزان به شبستان سودابه رفت. سودابه تا سیاوش رو دید از تخت پایین اومد و اون رو به صندلی زرین شبستان نشوند. بعد هم همه دخترها رو ردیف کرد و گفت: شاهزاده، ازت میخوام که خوب به دخترها نگاه کنی. هر کدومو که میخوای انتخاب کن. سکوت همه شبستان رو فرا گرفته بود. دخترها هر کدوم به فکر فرو رفتن که سیاوش کدوم یک از اونها رو انتخاب میکنه. نگویی مرا تا مراد تو چیست که بر چهره تو فر چهره پریست. هر آن کس که از دور بیند تو را شود بیهوش و برگزیند تو را. از این خوب رویان به چشم خرد
نگه کن که با تو که اندر خورد. اما سیاوش سر به زیر انداخت و از جواب دادن به سودابه در موند. در دل با خودش می گفت که من بر دل پاک شیون کنم، به حایت که از دشمنان زن کنم. شنیدستم از نامور مهتران، همه داستانهای هاماوران. سیاوش به فکر فرو رفت که چطور میتونه از میون دشمناش کسی رو به همسری بگیره. اون داستانای مکر و حیله شاه هاماوران رو شنیده بود و از اینکه دختر سودابه یا کس دیگه ای از این خاندان رو به همسری بگیره سخت بیزار بود. پس کماکان سرش رو پایین انداخته بود و از جواب دادن سرباز میزد. سودابه وقتی سکوت سیاوش رو دید، روبند حریرش رو کنار زد و سرش رو نزدیک سیاوش برد و در گوش شاهزاده گفت خب این اصلا عجیب نیست که تو هیچ کدوم از دخترای شبستان رو نپسندیدی. چرا که تو منو دیدی سیاوش. کسی کوچ و من دید بر تخت عاج، ز یاقوت و پیروزه بر سرش تاج. نباشد شگفت ار به مه ننگرد، کسی را به خوبی به کس نشمرد. اگر با من اکنون تو پیمان کنی، نپیچی و اندیشه آسان کنی. یکی دختری نارسیده به جای، کنم چون پرستار پیشت به پای. به سوگند پیمان کن اکنون یکی، ز گفتار من سر مپیچندکی. چو بیرون شود زین جهان شهریار، تو خواهی بودن زو مرا یادگار. اگه با من پیمان کنی یکی از این دخترها رو برات انتخاب میکنم تا مثل پرستار کنارت باشه. وقتی کاووس از این جهان بره، تو یادگار کاووس و از آن من میشی. من در کنارت خواهم بود سیاوش، به شرطی که من رو مثل جون دوست داشته باشی. من اینک به پیش تو استادم، تن و جان شیرین تو را دادم. ز من هرچه خواهی همه کام تو، برارم نپیچم سر از دام تو. سودابه این رو که گفت بدون هیچ شرمی سر سیاوش رو میون دستاش گرفت و شروع کرد به بوسه زدن به سر و چشم و لب سیاوش جوان. سرش تنگ بگرفت و یک پوش چاک بداد و نبود آگه از شرم و باک. صورت سیاوش از شرم گلگون شد و خون به چهرش دوید و اشک از چشمهای سیاوش جوان جاری شد. رخان سیاوش چو گل شد ز شرم، بیاراست مژگان به خوناب گرم. چون این گفت با دل که از کار دیو، مرا دور دارا گیهان خدیو. نه من با پدر بی وفایی کنم، نه با اهرمن آشنایی کنم. اگر هم به این بی شرم پرخاش کنم، آتش خشم در دل شعله ور میشه و سر به دشمنی میذاره. اون وقت پدرم رو علیه من میکنه. باید با نرمی باهاش حرف بزنم و هرچه سریعتر از این شبستان بیرون برم. اون وقت رو به سودابه کرد و گفت خوب میدونم که توی این دنیا زنی به زیبایی تو نیست. نمانی به خوبی مگر ماه را، نشایی دگر کس به جز شاه را. حالا همین که دخترت همسر من بشه برای من کافیه و لطفاً همین پیشنهاد رو با کاووس در میون بذار. اما اون چه که از خودت به من گفتی، اون رازیه توی دل من و بدون که در چشم و قلب من تو مثل یک مادر مهربان و عزیزی، نه چیز دیگه. سیاوش حرفش رو که تمام کرد، سریع از صندلی زرین بلند شد و از شبستان بیرون رفت. ساعتی بعد کاووس به شبستان اومد. سودابه پیش دوید و گفت که سیاوش از بین همه دخترها دختر اون رو به همسری پسندیده. کاووس بعد از شنیدن این خبر حسابی خوشحال شد و به سودابه گفت هر اون چه از گنج و تاج و طلا لازمه برای سیاوش به کار بگیر. سودابه اما به این فکر فرو رفت که این همه طلا و ثروت که به سیاوش میرسه چه بهتر که مال اون باشه و خود سیاوش هم
او رو انتخاب کنه، چرا که بعد از مرگ کاووس پادشاهی هم به سیاوش میرسه. سودابه باز هم دست به کار شد تا سیاوش جوان رو به چنگ بیاره. پس دوباره خودش رو آراست و به تخت نشست و دستور داد تا سیاوش رو پیش اون ببرن. وقتی سیاوش رسید، سودابه از هر دری با سیاوش وارد صحبت شد. کاووس گنجی برای تو فرستاده که تا به امروز کسی روی زمین مثلش رو ندیده. بیش از 200 فیل از زر و گوهر. دخترم رو هم به تو میدم. بهانه چه داری تو از مهر من؟ به پیچیز بالا و از چهر من که تا من تو را دیدم بردم، خروشان و جوشان و آزردم. من از روزی که تو رو دیدم سیاوش روشنایی روز رو نمی بینم. خورشید پیش چشمام سیاه شده. زیبایی منو ببین، تن نازک و نرمم رو ببین. چرا از من رو بر می گردونی؟ کنون 7 سال است تا مهر من همی خون چکاند بدین چهر من. یکی شاد کن در نهانی مرا، ببخشای روز جوانی مرا. اگر از باخبر شدن کسی می ترسی، در پنهان با من باش تا جوانی رو دوباره با تو شروع کنم. هر اون چه کاووس به تو داده من بیشترش رو میدم. سیاوش، اینو بدون که اگه از خواست من رو برگردونی، خورشید و پیش چشمات سیاه میکنم و پادشاهی برای همیشه به تو تباه میشه. کنم بر تو بر پادشاهی تباه، شود تیره بر روی تو چشم شاه. سیاوش به آرامی گفت سودابه، من اون کسی نیستم که برای خیانت عهد و وفا رو زیر پا بذارم. این عین ناجوان مردی که با پدرم بیوفایی کنم. تو همسر و بانوی اولی کیکاووسی، چطور میتونی به همچین کاری حتی فکر کنی؟ سیاوش این رو گفت و با عصبانیت به سمت در خروجی شبستان رفت. اما سودابه پشت سرش چنگ زد به گردن سیاوش و گفت احمق، من راز دلمو به تو گفتم، حالا میخوای منو رسوا کنی؟ نه همچین اتفاقی قرار نیست بیفته شاه ساده. تو مریضی سودابه. سیاوش این رو گفت و از شبستان بیرون رفت. تا سیاوش بیرون رفت، سودابه شروع کرد به زخمی کردن خودش. لباس تنش رو چاک چاک کرد و با ناخون صورتش رو زخمی کرد. بعد هم بنا کرد به جیغ و فریاد کردن. به دنبال فریاد سودابه قوقایی در کاخ به پا شد. همه به سمت شبستان سودابه رفتن. خبر به کاووس رسید. اون هم از تخت پایین اومد و به سمت شبستان رفت. سودابه تا کاووس رو دید، پیش پای کاووس به زمین افتاد و بریده بریده و گریان گفت سیاوش نزدیک تخت من شد، باش گلاویز شدم، لباسامو پاره کرد. کاووس بهم گفت که جز تو نخواهم کسی را زبون، جز اینت همی راند باید سخن، که از توست جان و دلم پر ز مهر، چه پرهیزی از من تو ای خوب چهر. میگفت از من نترس، گردنمو با دستاش فشار میداد و میگفت از من نترس کاووس. سیاوش، هر رازی که هست از من پنهان نکن. مقصر منم که تو رو به شبستان فرستادم، که حالا غم بزرگی برای من و بند و زندان برای تو به بار میاره. حقیقتو به من بگو. سیاوش اون چه اتفاق افتاده بود رو به کاووس گفت. همه حرفهایی که سودابه زده بود رو پیش کاووس باز گفت. اما سودابه بنا کرد به گریه و فریاد که دروغ میگه، همه حرفاش دروغه کاووس. اون از بین همه زنای شبستان منو انتخاب کرد. من بهش گفتم کاووس پدرته، من دخترمو به همسری تو در میارم. بهش گفتم هرچه شاه به تو داده من بیشترشو به تو میدم، دخترمو بهت میدم. این فکر رو از سرت بیرون کن. مرا گفت با خواسته کار نیست، به دختر مرا راه دیدار نیست. تو را بایدم زین میان گفت بس، نه گنجم به کار است بی تو نه کس. مرا خواست کارت به کاری به چنگ، دو دست اندر آویخت چون سنگ تنگ. دستاشو دور گردنم حلقه کرد تا منو به چنگ بیاره. من خواستم از دستش فرار کنم که به جون من افتاد و منو اینطوری زخمی کرد. کاووس کودکی از تو توی شکمم بود. اون از میون رفت، بچم از دنیا رفت.
کاووس نتونست بین این دو داوری کنه. پس بلند شد، سر و دست سیاوش رو نگاه کرد و بویید، اما هیچ اثری از بوی شراب و خراش و عطر سودابه ندید. و بعد سودابه رو بویید و بوی تند شراب و مشک به مشامش خورد. با خودش فکر کرد که اگر سیاوش اینطور که سودابه میگه دست درازی کرده و با سودابه پیچیده، قطعاً باید یه اثری روی تن و بدنش باشه. چشماش سیاهی رفت و به این نتیجه رسید که سودابه گناهکار و جزاش شمشیره. اما بعد به این فکر کرد که اگر این کار رو بکنه با پدر سودابه شاه هاماوران وارد جنگ میشه. و همه اینها به کنار، کاووس دلش لبالب از عشق سودابه بود. کاووس رو کرد به سیاوش و گفت: مکن یاد از این نیز و با کس نگوی، نباید که گیرد سخن رنگ و بوی. هیچ کس نباید از این اتفاق باخبر شه. این اتفاقو مثل یه راز همینجا چالش کن. سودابه فهمید که کاووس بهش بدگمان شده، پس سریع به فکر نقشه تازه‌ای افتاد تا سیاوش رو به هر طریقی بدنام کنه. در شبستان سودابه زن جادوگری بود که در شکمش بچه‌ای داشت. یک روز سودابه در گوشه‌ای از شبستان زن رو فراخوند. با تو حرفی دارم، اما اول باید با من عهد ببندی که از این راز با هیچ کس حرفی نزنی. حتی خودتم فراموش کن که روزی همچین صحبتی بین ما بوده. من از مال دنیا بی نیازت میکنم. فقط باید هرچه زودتر دارویی پیدا کنی که بچت رو قبل از تولد نارس به دنیا بیاری. شاید نقشه من با نشون دادن بچه مرده به کاووس دوباره رنگ حقیقت بگیره. اینجوری کین سیاوش وجود کاووس و مثل خوره میخوره. بدو گفت زن: من تو را بندم، به فرمان و رایت سرافکندم. چو شب تیره شد دارویی خورد زن، که بفتاد زو بچه اهرمن. دو بچه چنان چون بود دیو زاد، چگونه بود بچه جادو نژاد. زن دارویی خورد و فردای اون روز نه یک بچه بلکه 2 بچه مرده به دنیا آورد. سودابه سری دستور داد تشت طلایی بیارن و بچه ها رو داخل اون بذارن و خودش هم با داد و فغان روی تخت افتاد. کاووس وقتی خبردار شد به شبستان اومد و دید که سودابه با گریه و زاری بالای تشت طلایی ایستاده. تا سودابه چشمش به کاووس افتاد گفت: دیگه چه دلیلی از این واضح‌تر میخوای؟ مرگ این بچه ها روشن‌ترین دلیل خیانت سیاوشه. کاووس با دلایلی که سودابه آورد این بار به سیاوش بدگمان شد و وقتی به نتیجه‌ای نرسید پیش ستاره شناسان و موبدان رفت و از اونها کمک خواست. موبدها از کاووس 1 هفته مهلت خواستن و بعد از 1 هفته نماینده‌ای از اونها به کاووس گفت: کاووس، در تمام آسمان نشانه ای از این 2 بچه نیست و هیچ کدوم اونا متعلق به تو نیستن. و نه تنها به تو بلکه بچه های سودابه هم نیستن. اونها متعلق به زن جادوگری هستن که مشخصات و نشونش داخل این نامه است. کاووس مأمورانش رو فرستاد توی سطح شهر تا هر طور شده اون زن رو پیدا کنن. بالاخره در گوشه‌ای از شهر زن جادوگر رو پیدا کردن و پیش کاووس آوردن. هر کار کردن، از گنج و وعده وعید تا تهدید، زن اعتراف نکرد که نکرد و گفت من بیگناهم. کاووس اخترشناس‌ها رو پیش سودابه فرستاد تا بلکه اونها زبان سودابه رو به حقیقت باز کنن. اما سودابه هرچه اونها گفتن رو انکار کرد و به کاووس پیغام نوشت که هرچه اخترشناسا میگن دروغه. اونا از بیم سیاوش این دروغا رو سرهم کردن، چرا که میدونن پشت سیاوش به رستم گرمه و از ترس خشم رستم این نقشه رو کشیدن. من در غم از دست دادن بچه های معصوممم و تو به حرف این پیرای خرفت گوش میکنی؟ من این داوری رو پیش یزدان میبرم. دیگه به تو امیدی ندارم کاووس. کاووس وقتی این پیغام رو گرفت دلش نرم شد و با عجز و گریه پیش سودابه رفت. فردای اون روز کاووس همه موبدها رو فرا خوند و داستان سودابه رو با اونها گفت. یکی از موبدها جلو اومد و گفت: ای شاه، اگرچه که فرزند عزیز و ارجمنده،
اما سمت دیگه هم در برابر پسر تو دختر شاه هاماوران و همسرت قرار داره. حالا که این دو هیچ کدومشون از حرفشون بر نمیگردن، تنها راه چاره داوری یزدان پاکه. یکی از این دو نفر باید از این آتش عبور کنه. فرمان یزدان پاک بر اینه که آتش هیچ گزندی به بیگناه نمیرسونه. کاووس سودابه و سیاوش رو فراخوند و گفت دل من با هیچ کدوم از شما دو نفر پاک و یک دست نیست. حالا این فقط آتشه که گناهکار رو رسوا میکنه. من از اول راستشو گفتم. دو کودکی که به دست سیاوش مرده به دنیا آمدن رو نشونت دادم. چه دلیلی از این روشن‌تر؟ اونی که باید با آتش راستی آزمایی بشه سیاوش، نه من. کاووس رو به سیاوش کرد و گفت تو چی میگی؟ اگر آتش دوزخ باشه، اگر کوه شعله‌ور باشه، اگه دریای مذاب باشه، برای پاک کردن این ننگ ازش رد میشم. کاووس دستور داد ساربانها 100 کاروان هیزم به دشت بیارن. 2 کوه بلند از هیزم برپا کردن. همه مردم شهر جمع شده بودن تا نتیجه این راستی آزمایی رو ببینن. و از آن پس به موبد بفرمود شاه که بر چوب ریزند نفت سیاه. بیامد 200 مرد آتش فروز، دمیدند گفتی شب آمد به روز. نخستین دمیدن سیاه شد ز دود، زبانه برآمد پس از دود زود. وقتی شعله‌های آتش زبانه می‌کشید مردم گریه می‌کردند. سیاوش لباس سرتاپا سپیدی به تن کرد و با لبخند سوار به اسب شد و به پیش کاووس اومد. سیاوش بیامد به پیش پدر، یکی خود زرین نهاده به سر. اونطور که رسم کفن پوشیدن بود، تنش رو کافور زده بود و پیراهنی سفید به تن داشت. به کاووس که رسید از اسب پیاده شد و پیش پای پدر سجده کرد. کاووس برای اولین بار شرم و خجالت توی بند وجود شعله‌ور شد. پدر غمگین نباش، گردش روزگار تا بوده همین بوده. اگر بیگناه باشم رهایی نتیجه این آزمایشه. من از این تل هیزم که هیچ، از یه دریای آتیشم نمی ترسم. سیاوش این رو گفت و سوار به اسب سیاهش شد و به سمت کوه آتش روونه شد. وقتی سیاوش هی به اسب زد و به تاخت به سمت شعله‌های آتش میرفت، خروش مردم بلند شده بود. سودابه در کاخش صدای خروش مردم رو که شنید به ایوان کاخ اومد و با چشم خودش آتشی رو که شعله ور کرده بود دید. سودابه انگشت‌هاش رو توی هم مشت کرده بود و آرزو می‌کرد که سیاوش توی آتیش بسوزه. هجوم اشک و دلهره سودابه رو پریشون‌تر کرده بود. چشم از هیزمای زرین که هر لحظه دود می‌شدن بر نمی‌داشت. نگاه همه مردم به کاووس بود که ایستاده بود و چشم به آتش دوخته بود. زهر سو زبان همی برکشید، کسی خود و اسب سیاوش ندید. یکی دشت با دیدگان پر ز خون، که تا او چه آید ز آتش برون. شعله آتش انقدر زیاد شده بود که حتی مردمی که ایستاده بودن عقب رفتن. سربازا سعی می‌کردن میون کوه آتش اثری از سیاوش پیدا کنن که یک باره ز آتش برون آمد آزاد مرد، لبان پر ز خنده به رخ همچو ورد. سیاوش انگار که نه روی زمین بلکه در آسمان باشه، از میون شعله‌های آتش با اسب سیاهش بیرون اومد. نعل به نعل اسب شعله‌های آتش زبانه می‌کشید و سیاوش انگار که زاده آتش باشه خرامان از کوه شعله ور بیرون می اومد. چنان آمد اسب و قوای سوار که گفتی سمن داشت اندر کنار. چو از کوه آتش به هامون گذشت، خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت. سواران لشکر برانگیختند، همه دشت پیشش درم ریختند. سیاوش که بیرون اومد همه مردم به دورش جمع شدند. همی داد مژده یکی را دگر، که بخشود بر بیگنه دادگر. سودابه که این اتفاق رو از ایوان کاخ دید، از خشم شروع به فریاد و کندن موهای خودش کرد. سیاوش پیش کاووس اومد و تعظیم کرد. کاووس پسر رو به آغوش کشید و گفت
فرزند مادری پارسا بایدم مثل تو باشه. و بعد دستور داد تا 3 روز متوالی در ایران شهر جشن بگیرن. روز 4 که رسید، کاووس گرز گاو پیکر به دست روی تخت نشست و دستور داد تا سودابه رو پیشش بیارن. که بی شرمی و بد بسی کرده ای، فراوان دل من بیازرده ای. یکی بد نمودی به فرجام کار، که بر جان فرزند من زینهار بخوردی و در آتش انداختی. بر این گونه بر جادویی ساختی، نیاید تو را پوزش اکنون به کار. به پرداز جای و برآرای کار، نشاید که باشی تو اندر زمین. جز آویختن نیست پاداش این. بدو گفت سودابه که ای شهریار، تو آتش بدین تاریک من ببار. مرا گر همی سر بباید برید، مکافات این بد که بر من رسید. بفرمای و من دل نهادم بر این، نبود آتش تیز با او بکین. سیاوش سخن راست گوید همی، دل شاه از غم بشوید همی. حق با سیاوش بود. اگر زخم شمشیر جزای من اونو میپذیرم و شکایتی ندارم. اما کاووس، همه اینا جادوی اون پیر زال بود. مادر اون 2 کودک اهریمنی، همه اینا زیر سر جادوی اون بود. حتی حالا هم داری دروغ میگی سودابه؟ حتی حالا هم داری نیرنگ میکنی؟ این همه رسوایی بس نبود؟ کاووس رو به بزرگان کرد و گفت مکافات این زن چیه؟ بزرگان گفتن جان شیرین رو باید ودا کنه. کاووس با چشمی خونبار به جلاد دستور داد تا سودابه رو ببره و میون شهر به دار بکشه. سیاوش اما وقتی این خبر رو شنید، خودش رو پیش کاووس رسوند و گفت شهریار، تو دل را در این کار رنجه مدار. اون رو به خاطر من ببخش و از گناهش بگذر، شاید که به سمت راستی برگرده. کاووس هم که در دل به دنبال این بود که کسی وساطت بکنه، بهانه همی جست زانکار شاه، بدان تا ببخشد گذشته گناه. با راستی که از تو دیدم پسرم، گناه سودابه رو میبخشم. اما سودابه دوباره به شبستان شاه برگشت و باز هم شهبانوی حرم شد. طولی نکشید که زن فریبکار عقل و هوش کیکاووس رو دوباره به دست گرفت. بر این گونه بگذشت 1 روزگار. بر او گرم تر شد دل شهریار، چنان شد دلش باز از مهر او، که دیده نبرداشت از چهره او. دگر باره با شهریار جهان، همی جادویی ساخت اندر نهان. سودابه اینقدر زیر گوش کاووس خود که کار داشت به اون جایی میرسید که در کاخ کاووس و ایران زمین دیگه جایی برای سیاوش جوان نباشه. اما کیکاووس از این احساس کلامی با سیاوش و کس دیگه حرفی نزد، تا اینکه 1 روز که کاخ در آرامش و سکوت بود، مرزبانی تندپا از میون گرد و غبار راه رسید و خبر آورد که افراسیاب تورانی با 100,000 سوار جنگجو به مرز ایران رسیده. این بود اپیزود 16 شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. اگر تمایل دارید به ما کمک بکنید و ما رو حمایت بکنید در این راه، لطفاً این پادکست رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید و اگر در یوتیوب دارید ما رو دنبال میکنید حتما سابسکرایب کنید. همینطور لینکی در توضیحات هر اپیزود هست تحت عنوان حمایت از شاهنامه به نثر. اگر خارج از کشور هستید از طریق پیپال و اگر داخل کشور هستید راه‌های امن و متفاوت بسیاری هست که میتونید
از ما حمایت مالی بکنید تا چراغ این پادکست روشن بمونه، تا قصه بعدی قصتون بی غصه باشه.